در فرهنگ امید معنی بهار را چنین می‌خوانیم: بهار یکی از فصول چهارگانه سال، 3 ماه اول سال خورشیدی ایرانی، فروردین، اردیبهشت، خرداد، که درختان سبز و خرم می‌شوند و گیاهان می‌رویند و غیره. اصل تلفظ و معنای لغوی در پشتو. در تعریف لغتنامه امید دیدیم که به معنای اصلی لغوی بهار اشاره نکردند، فقط آن را نام فصل از فصول سال خواندند. اما خود بهار یعنی چی و از چی گرفته شده؟ ما در پشتو بیرون و خارج را بهار میگوییم. فصل بهار به حساب رویش دوباره گیاهان، بیرون شدن مردم و حیوانات در مناطق سرد از خانه هایشان و آغاز زندگی و فعالیت در بیرون از خانه بر زمین خدا بهار نامیده شده، یعنی بیرون، که بعدها نام این فصل به تلفظ کنونی پارسی تحریف گشته به شکل بهار.